سلام و درود. امروز اومدیم برای شما یه قصه بگیم به نام خانم بزغاله و سه بوزوگودو. حبه انگور شنگول منگول، حبه انگور شنگول منگول خوابه. یکی بود یکی نبود، یه بزغاله بود، سه تا جک داشتی. یه روز میاد میبینه علف نیست، میگه بزغاله ها من میرم بیرون برای شما چی بیارم؟ پلا بیارم. یه موقع نرین در رو باز بزنین گرگ بیاد شما رو بخوره. میگه نه ماما خیالت راحت، برو خیالت راحت. مامان بزغاله حرکت میکنه میره، گرگه میاد میگه تق تق تق. ای بزغاله میگه ای مامان که الان عصبی این کی بود؟ میاد در میزنه، میگه کی بود در میزنه؟ بزغاله میگن کی بود در میزنه؟ گرگه میگه منم مادرتون، فلان